السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوب است برادر عزیز. انشاءالله در حالت شما از اون دانه هوای نمخی باشه. نماز شما خوندنش ممکنه. بارک الله فیکم. و چی میکردی؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل الربجان. أولا در مورد اون یکی که میگه آیا در این حالت نماز مغرب خواندن درست است؟ بله. نماز مغرب به محض این که خورشید غروب کرد تمام دیگه کار به این وقتی که این تمام شد دیگه نماز عشا وارد می شود. یعنی با تمام شدن این حالت قرمزی که الان دیده می شود اون که تمام شد دیگه نماز عشا فرا می رسد. بله در هنگامی که صحابه میگوین ما نماز مغرب را می خوندیم بعدا از مسجد خارج می شدیم می رفتیم مثلا تیری را شلیک می کردیم بعد از اینکه نماز جماعت را خونده بودیم و از مسجد بیرون آمده بودیم، یعنی دعا اولاد بعد از نماز خوندن، نماز سنت بعد از مغرب خوندن و بیرون اومدن، در اونجا مثلا تیری را شلیک کردن، تیر به کجا خورده؟ بر روی زمین که خورده یعنی جای تیر را با چشم خود دیدن، یعنی خیلی هوا روشن بوده. خیلی خوب، هیچ مشکلی ندارد، میشه در اونجا در اون موقع نماز بخونی.